من امام خطیب مسجد جامع محله قزاقان به نام عمر ابن عبدالعزیز. خداوند در قرآن آیت دارد که می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء. این آیت فقط همین مفهوم دارد که یعنی در خاندان راهبر باید مرد باشد، اما زن را در هیچ حالت زدن از دیدگاه اسلام اجازت نیست. متاسفانه امروز بعضی ها به خاطری که یا طعامشون دیر کردن، یا مثال نمک او را زیاد کردن، یا که لباس اونها را گزبان نکردن، یا که بعضی خلق نظری به بعضی کارها کردن، اما این مسئولیت از دیدگاه اسلام مسئولیت زن نیست. چون که در اسلام همین در خصوصا حضرت امام اعظم که پیشوای مذهب ما است میفرماید که واجب میشد برای هر یک انسانی که همسر انتخاب میکند اول کسوه، بعد از آن نفقه، بعد از آن یعنی سکنا. یعنی سکناش یعنی همون پیش از انتخاب کردن همسر باید مردی که باید همسر میگیرد برای همسر آیندهش خانه داشته باشد، یعنی خانه ای که در اونجا باید هر دو زندگی کنند. دوم در اینجا باید که هر چیزی که یعنی از هر گونه طعام و غذایی که باید استفاده میبرد زن، این باید مسئولیت و وظیفه‌دار است شوهر برای همسر خود تأمین کند. سوم چیزی که مسئولیت مرد است باید که او را از هر لباسی که میخواهد او را تأمین کند و بپوشاند. اسلام فقط در سه حالت اجازت میتید همو را هم در رو نه، در جاهای نه، چون که خداوند انسان را زن را همچون گل گفته است اگر در رو بزنید او پژمرده می شود. در همون جاهای ملایمیش اجازت دادن، فقط در حالتی که او باید امر خدا را به جا بیارد نماز خوانند اگر نخوان. دوم در حالتی که باید لباسهای زیبا و شینن پوشیده باشد، چنانکه امروز لباسهای ملی ما بسیار لباسهای خوب هستند، مادرها لباسهای رویمالای سفید کلان دارند و لباسهای کشاد دارند و در رعایت کردن همین لباس. و سوم یک اگر شب مرد را اشتیاقش گیری به همسر خودش، یعنی اگر دعوت کند و زن نخواهد، در همین سه حالت همینم در اول نیست. در لحظه های اول پیغمبر میگه که شما قهر کنید، یعنی سه چهار جاگت جدا خواب کن تا که چیکار کنن عبرت بگیرد، تا که از این چیز او بفهمه که شوهرش رنجیده است. اما متاسفانه ما میبینیم بعضی اشخاص و بعضی خانگی ها را که امروز میکنن بعضی کارا را گمان میکنن که از اسلام است. بعضی ها میبینن همسرش میبینه که لباسش گزمال نکرده است با او دست درازی میکنه. بعضی ها میآین که طعام را مثال یا که کمتر بینمک کرده است یا تأخیر کرده است دست درازی میکنن. حالا این از دیدگاه اسلام نیست، که زیرا همین عباره که من از امام اعظم رحمت الله علیه بیان کردم این گواه همین است که یعنی خانه و لباس و طعام مسئولیت و وظیفه مرد است، باید مرد این چیز را به جا بیارد. در اینجا هم میگه که شرحش میتین شارحا که همون مردی که باید ازدواج میکنه با زن با دختره که باید برای او خدمتگار بیارد، یعنی طعام پختن وظیفه مرد است نه وظیفه زن در اسلام. یعنی برای او باید خدمتگار بیاد، برای لباس شستنش خدمتگار داشته باشد. اکنون اینجا یک چیز شریعتی ما یک چیز میبیارد که بعضی جوان مردای هستند که شرایطی یعنی کسی را پول دادن و اجاره آوردن خدمتگار دادن را ندارن. اما در این صورت اگر همسر خود خیزد و لباسای شوهرش بشوید یا خودش خیزد و برای شوهرش طعام کند، خودش خیزد و خانه را بروبد، در این صورت خداوند در حدیث قدسیش میفرماید که تو ای جوانمرد مزد این مهنت این زن را تو داده نمیتوانی، کفیل دادن مزد این مهنت های همسر تو به عهده پروردگار است. خداوند در برابر او را اجرش میتید، او را ثوابش میتید، زندگی خوشش میتید، در آینده فرزندای خوبش میتید، در آینده زندگی تنصیحتش میکند. اما اگر رفت و بالفرض بالعکس شد،
آمدن بعضی خانه های میبینیم، بعضی جوانمردایی رو میبینیم که میبینن به خاطر که طعامش شور است یا لباس و دستمال نکرده است یا نشسته است دست درازی میکنن. در اینجا هم جواب خداوند هست از دیدگاه اسلام که در حدیث قدسی میگه که یعنی ای مردی که امروز این حق او نبود، این وظیفه او نبود و اما به خاطر این که تو دست درازی کردی بغیر حق او، در این صورت خدا میگه جواب این مشت من به تو بگردانم. حتما جواب او را اگر در این دنیا هم نباشد در قیامت میتید. یعنی از دیدگاه اسلام دست درازی کردن در غیر این سه صورت به همسر هیچ اجازت نمیتید.